به نام خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم وطندارای خوب و نازنین. امیدوار هستم خوب و جور و صحتمند باشین. بسیار خوش آمدین. بعد از 4 سال دوباره پس هوای یک قابلی خوب با مزه موسی پلو به سرم آمد. امروز وقت آمدیم خدمت خالد جان موسی تا ای که طرز آماده کردن قابلی موسی پلو یک جا با هم یاد بگیریم، چون موسی پلو یکی از رستوران هایی است در شهر مزار شریف که قابلیش بی‌نظیر است و سبک پختشان، طریقی که آماده میکنن قابلی خیلی متفاوت است. امروز از شما دعوت میکنم یک جا با هم میریم پیش خالد جان و با هم یک جا یاد میگیریم که موسی پلو چگونه آماده میشه، چگونه پخته میشه. 1 2 3 زد چیزو بیان بریم پیش خالد جان. خالد جان خسته نباشید. جور باش الله خیر. ان شاء الله خوب هستین. شکر بخیر و خیرتیز. قربانتون بخیر و سلامت باشین. خب بخیر شروع کردیم، چی میکنیم بخیر حالا؟ ان شاء الله دیگه اول زرده کنن نقطه میگه. اول زرده که سالی. ما یک کمکی دیر رسیدیم خالد جان. همین شروع کار برای ما اگر بگوی اول از کجا شروع میگی؟ شروع کار ما که نماز که خان با نماز برام شروع میشه بخیر. خب به خاطر اینکه سبک پختن شما کمی که متفاوت است. ما چند جایی که رفتیم اون قسم دیگه تیار میکنن. شما اول از کجا شروع میکنید؟ ما از روغن شروع میکنیم. اول پیاز میندازیم. پیاز کردن پیاز رو گوشت میندازیم. گوشت کردن در خیام کن راست دیگه. این نوبت زرده است. بله. باز اکثر از آشپزایی که ما در شهر رفتیم مکمل گوشت میکشن، جدا میکنن، باز دیگه پاک میکنن، باز زردک هم تالا میکنن. وا پیاز صافی میکنه. صافی از ما که از قابلی است. و گوشت هم میکشه که برین جوش میدن. دوباره پاس میدن. از ما برین هم سرش میدن. جوش برین پاس هم داخل دیگ میدن. یعنی این قابل است، او صافی است. او صافی است. صافی و قابلی به صاف فرق داره. ولی 100 کیلو گوشت از زیر دیگ مانده مثلا دل گردم کار داریم فکر باشه. وہ که زیر زردک میزنه گوشت نشسته دیگه. این از ما رو که گوشت هم زیر نکشیده. ولی برای گوشت کمی که خیلی متفاوت است دیگه. بازور هم ممنوع قابلی میفروشن. قابلی ها. یک گوشت صافی میگم صافی بخیر کشمش علیده است. میگه که روغن پوره نه. کشمش علیده میذاره برای که با کشمش داری میذاره قابلی میشه. دوستان عزیز این تفاوت است و به خاطر است که خالد موسی، جواد موسی بگیم، موسی پلو بگیم، در مزار شریف یکی از تاپ‌ترین رستوران‌ها است که قابلیش بی‌نظیر است. به خاطر چی؟ به خاطر که سبک پختنشون خیلی متفاوت است نسبت به تمام رستوران‌هایی که ما در شهر بازار رفتیم و گزارش برنامه داشتیم. خیلی متفاوت است کار از این دیدش خود نظرتون دیدش دیگه. و اگر شما در خانه هستین در هر گوشه و کنار دنیا که هستین اگر میخواین یک قابلی به سبک موسی پلو آماده بکنین این طریقه انتخاب بکنین به خاطر پختن قابلی اصیل دیگه اصلی پلو. این اصل پلو میسته. بله. اصل قابلی که میگم میست. بله. روغن هم کنجه. بازی دیگه مازه داره باز. خب روغن کنجه کار میکنه. روغن کنجه کار میکنه. روغن کنجه دم میشه الان که اینو بوتل نه. بله. زیرش دم یا بودش دی. سیستم کل ذخیره شدگی است. تا کم کم چاره مون میشه. بله. دهقانی باشه میگن. بودلتون هم جمع میشه. بودل میگم مال که دهقانی بود اکثر نیست باز. بازم این روغن که جور میکنن چقدر وقت زمان باید بگیره به خاطر نرم شدن گوشت؟ نه تب گوشت نرم است. یک تب. آه گوشت برام که زود نرم میشه. گوشت گوساله کار میکنه. کلش مایچه است. یک غذا مخصوص گوشت ما. باز امروز گوشت گوسفند چطور است قابلی چه قسم؟ قابلی که گوشت گوسفند مزه تو چن است. اره گوشت گوسفند با دیگه نمیشه. میشه پاش میشه. بی برکت میشه دیگه. باید در خانه بود. در خانه دیگه قابلی گوشت گوسفند صحیح است. خود ما در خانه گوسفند کار نکنید. یعنی اصل قابلی باید با گوشت گوسفند پخته شه. نه گوسفند در خانه. در هتل بگی نمیشه. در روش میشه. در قبر غذا میشه. این دیگه در هتل بگی نه در هتل نمیشه. گفته شما بازو او میشه میشورم میره خلاص چیز نمیمونه دیگه. صافی که پخته کنی گوشت بی صحیح بکنیم. میشه. ولی دیگه که زیر بن بود یکی پاش میشه. این گوشت ما گوسفند که بالا است. دیگه تب نرم است. و بعضی گوسالا که کمی که خرد باشه سینش از گوسفند گره گوشتش خوب میاد. یک تفت نرم گوشت ما.
این همه نیم زباده گوشت نرم است. خب بعد از این باز دوباره پس اینا رو جوش میدیم یک جوش میده. کشمش انداخته دیگه. نه نه نفر دیگه. کشمیر دیگه نه با کشمیر با دیگه دام نکنه با. اون خاطر پرسان کردیم که دوستان بالاخره معلومات داشته باشن. این برنامه نه که ببینم با گوشت هم نظیر برین زردکم دسترش. وای دیگه چیز میاد. حیران میمونم که چه قسم قابلی است. این باش میشه دیگه قابل وای راست میگه. من بار اول خودم شاید حتما این گوشت رو میکشین جدا میکنیم دیگه صاف میکنیم باز. همین کلا کی میگن نه هر روز یه فاز خدا پدر ما یاد دادی گوشتم داخل است. خدا بیامد آقای من تو قسمت. و فکر میکنم که در مزار شریف تا جایی که ما رفتیم اولین کس شما هستین که قسم پختن میکنید دیگه اصلا کسی نیست نه اول سر از کشمیر کنه با سر بریم با یکی پول میشه دیگه هر کدوم در وقتش اینی هم دوم بازه باز این روغن کنجده که مندازین این به خاطر شیر کردن و گپوشم کدام چیزی که نمکا و پیاز هم بویش بگیره هم بویش گم شود دیگه مشکل نداره به خاطر که یکی دو بار من در خانه استفاده کردم باز یک بویک می داشت نه مکاو کدی با بویش گم میشه مثلا یک گرمای بکنین چه استفاده میکنین این روغن که نه سرخ میکنه خود دوک میکنه روغن کشته باز کم نمکاو دی او خاف میکنه خاف که شور داده برم خاف پاس گم شود باز کم نمکاو دی باز خاف میکنه تا بالاخره خاف گم شود خاف که گم شود بویش گم میشه تا که خاف گم نشه بویش تا آخری دیگه ماست به خاطر در خانه گفتن که ما زیاد سرخ کردیم زیاد میگم نه زیاد سرخ است سرخ مشکل نداره فقط شیرین دیگه دیم نمک با کیسه رفتی و قبل گم شده میره تاوز میره که گفتی واسه کام کردم روی روغن نمک میمونه خود نمکش دیگه سرخ شده دوستان عزیز این نکات کمی که برش توجه داشته باشین اگر در خانه پخته میکنین قسمی که خاله جان گفت به خاطر شیرین کردن یا بوی روغن بس کنجد از دور شوه روغن که صاف کردین فقط نمک و یکی دو سه بار بزنین باز دیگه راحت میتونین آزاد کنجد دیگه بهترین روغن نه در نه مریض نه دیگه وای روغن اون بعد کیلوی 500 مردم خدا خورده ولی گردون چه کس نمیخوره به خاطر بعضی کسا شیرین کردن میتونن گوش گم کردن مشکل است اگه نه هیچ مشکل هم نه دم دیگه یک بوتل 5 لیتر داده گیری خالی کنه 5 کیلو را دم یک دیگه بزرگ کنه یک دفعه جنجال بگیره کردن دیگه عادی تا که اون 20 روز میچه یک بار می بیگم بخوره خیلی بس حال من بشه خوب اینی کارهایی است که باز بعضی بلد نیستن شما از که کار کردین میفهمید اما دائما کنیم کجا دادیس اینا گلونا را دست داده دود نکنه بسار خب دود است دود نکنه روغن دود نکنه یک آدم میگه نه 100 کیلو سرخ نه 100 کیلو بسرخ مزه دیگه چیزا 20 کیلو داره تازه سرخ می دیگه چیزا این روغنای مرده چی رقم روغن اول کار دیدی جان انشالله خوب هستی؟ تا حال خاله جان تعریف از شما داشت گوشت خوبش کمی که طرفتر بین که دوستان با چهرهتان آشنا شوند چون در قابلی دست شما مست به خاطر که ما چه خوب و گوشت خرد میاریم دیگه برای خاله جان بله دیگه ما خاله جان هیچ پشتر دیگه استاد نمیشه خود بچه بود که آقایشون این یک 25 سال شد 26 سال شد بعد از اینا مشتری مثل یک بیادر بریسیم دیگه ما هر کس مسلک و کسبش دیگه باز ما که هستیم خودم قصاب هستم کوشش میکنیم چیز خوب میارم که اینجا برش آبروی از این آبروی ماست باز خاله جان گفتن برای ما گوشت میاره فقط در یک تف نرمش از گوشت گوسفند هم کردم تو خوبتر هست گوشت گوساله هست یعنی 2 ساله و 1.5 ساله هم رقم گوساله خودش اندامدار است منتها در سن خورده است گوشتش نلغه است گوشت نلغه است شما قصاب هستین یا فقط همین گوشت توزیع میکنید نه ما قصاب هستیم خودمان دیگه گوشت میده قصاب هستیم منتها بخش از این که از علایده است این تنها ما از یک دکان خود پرا کرد نمیتونم 20 تا دکان میگیریم خب حتما دیگه گفتیم که در قابلی خاله جان شما هم نقش دارین چون گوشت خوبتر و بهتر برش پیدا میکنین از لحاظ رفاقت از لحاظ همکاری که به خاطر مشتری هم راضی باشه و این هم راضی باشه شما هم راضی باشه بله درست است هر کس که مسلمان است خدمت خدا باید یا خالد یا کس دیگه حلال کنه
همون چیزی که لازم میکنیم همون چیزی که گرفتم میارم چیز خوب میارم خراب نمیارم گوشت از دیگه آدم از بیادر هم که ما مردم پیش است بگو ازای فامیل است بیادر پیش است یک بازی ما آقا هم خدا بیامد خدا یک بازی ماست ولی ما که کلام قصه بگه چند جور که به مایشه رنگ که رواج یک کاغذی رواج کرد حال میگه مایشه پیدا نمیشه. والا ولی که از سال کمچین است دیگه چرا کلاگی پختن میکنه. بله بله یاد دیگه ولی دیگه یک سه تا هتل دیگه هم جور شده از این کارو میکنه خب مقصد هر کس مسلکش چیزی که ما دایی میارم تعریف نمیکنم خدا در مشار مزار گوشت کار نمیکنه در حساب ما چیزی که خارجان پختن میکنن و سبکی که پختن میکنن در مزار تا هنوز ما ندیدیم. اولین بار است که ما پخت پز یک قسم میبینم. این افسای کنید در خودتان که یک فیصدیش اگه برنج باشه دیگه کلش گوشت است و به خاطر پختنش خیلی متفاوت است. ما چند دیگه برنامه داشتیم. اونا زردک هم انداختن، کشمش باز گوشت، اینا کاملا برعکس کار شروع کردن. یک کار است که دیگه و طلاق از زیافتر از گاز استفاده میکنن. صافی میکنه. صافی هم پخته میکنه. باز اصل قابلی نمیاد. یک گپ دیگر خیلی خوبه یادآور شد یعنی که گاز تا چوب خیلی فرق میکنه پخت پزش. حالا ما شما اگر در دگدان دگ کنیم چقدر مزه‌دار میه، در پیگنیت بکنیم چقدر مزه‌دار خیلی میه. تفاوت میکنه. این تفاوت از این کار یعنی چوب و گاز بسیار فرق میکنه. چطور هستین با قابلی خالجان هفته چند روز میخورین؟ چه وقتا میخورین؟ چه وقت هواش میه بسرت؟ والا برادر اگر دیم ما هر دقیقه بیم میشه ما چون در موبایل گوشت هستیم مقصد میخوریم یا اگر مریض هم هستیم به گوشت میخوریم گوشت نمیخوریم یک کسی دیگر گوشت نخور گوشت نمیخوریم والا بسیار جالب است خودتان کارتان گوشت است کارتان با گوشت ولی خودتان از گوشت پرهیز هستین. یک کار است که چرا خم کنیم دیگه دکتر هم آدم نظرش گوشت نکنیم. خیلی خوب است نقش بسیار خوب داره. خالجان یک کسا شنیدم گفتن جای شما را میمان کرده بودن. باز پیش از اینکه شما برین زنگ زده بودن که قابلی برای پخته کنین. یعنی شما قدر قابلی را دوست دارین؟ از با با قابلی هستین. 24 باید ما که واقعا قابلی رو بخورم. ما شب ما تو باور میگه بازار خود میخورم. یعنی قدر دوست دارین قابلی. من قابلی نباشه دیگه چی خوردم. یعنی کباب نه سه که بازار رو خوردم. یک دوستان قصه کرد جای میمانش کرده بودن زنگ زده بود که خب یک قابلی چهار برای. ای دام قابلی باشم یک گوری باشم میدم. ان شاء الله شما خب پرهیز نیست. نه من روغنی که کار میکنین هر قدر کسی بخورین کدام مشکل نداره. اثر ریک تا شوم نان دلادم نمیشه. گیره واره که مونده و زلازی نان واره چند نگه خستگی رگید باز دوباره شروع میگه دیگه. اگه بود نیکوری اگه نبود باز برای من برو بیار دیگه. زنده باشین آجی کوکو خیلی خیلی خوشحال شدیم. قربانتون. خوش شدیم. ما خیلی خوشحال شدیم. بخیر باشین. امروز آمدیم که طرز آماده کردن قابلی خالد جان یاد بگیریم که چطور پخته میکنن که در مزار دیگه قوقا برپا کردن. والا دیگه خالد جان دیگه پیشتر براتون عرض کردم که زیادتر موادهای از جمع اصل است. هم گفتگان تا گفته شما دیگه باز دیگه و طلا تفاوت میکنه. خیلی فرق. از نگاه هم یک بازی ما دیگه گوشت آوردن یک آماده داده خیلی نقش داره. این گوشت که کسی بیاره بسیار دل گرده که در رمضان فکر کنم 1000 کیلو گوشت ما قطار که میمونه. چهارم رمضان که کشتار نیست. 1000 کیلو گوشت دهید ماندگی ما در فریزر پول میگه تکک میمونه بر ما. گرفته جمع که میمونه بر کار کی میگیره. بیادر نمیگه میکنه. و سلامت باشین. خوشحال باشین. قربانتون بخیر باشین. ما دیگه منتظر هستیم کمی که جوش بخوره. چند دقیقه؟ نه 10 دقیقه دیگه. یک 10 دقیقه. دوستان فقط 10 دقیقه وقفه میگیریم. بعد از وقفه ما خالجان هستیم. خب خالجان دیگه نوبت کشمش از وقفه. این کشمش نفسم دیگه. امو در 12 دقیقه دیگه وقفه گرفتیم. این 10 دقیقه کشمش که نرم زردک نرم شد. این کشمش دیگه قبلا جوش دادگی نیست فقط شوشته نو. نه شوشته. جوش دادم نه کشمش. باز بعضی کسا در روغن سرخ میکنن که زردک صافی که جوش سرخ میکنه زردک هم سرخ میکنه زنده میمونه. باز زردک کشمش علایده است با داری گوری که میدونم علایده میدونم. از ما کلی دم زیر مساله. از مساله کدام مساله رازدار پشتانه است چطور یا که نه تو مساله عادی است از ما راز من در دست ماست در دست دنیت دنیت ما در دست ما همه صداقت کار میگه کلی چیز نه
به خاطر بعض آشپزا میگفتن که ما که مسئله داریم خودمون جور میکنیم باز دربارش برام معلومات نمیدادن. نه اما یک گپ نیست. چی درام بگم؟ خب از لحاظ زیره و مرچ نمک و مسئله چیست؟ زیره داره، زیره فرمایشی داره. باز در بعضی جاها کسی قابل پخته میکنن امی غذای سیره کلان کلان میماند اونو به خاطر شما اگر تو که اینا فشار داشته باشه روغن دیگه باشه فشار باشه یعنی غذا سیر بده. در قابلی خب نیاز نیست سیر که خوب شه. یک تو میخوره این نمیخوره کسی. یعنی ادمی نیست که باید استفاده نه بگه خودم میکشه دیگه. آقا که فعلا میکشه. این زیره است دیگه این زیره مکبوب که میشه. از کدام نمک استفاده میکنی؟ نمک آیدین داره. نمک باید داره. باز یک قسم نمک بگم مخصوص قابل پلو است از او استفاده میکنی؟ نه از ما بیست ساده است. ساده وطنی حالا کشمش انداختیم دوباره پس کمی که باید جوش بخوره نه گرم راحت جا بده راحت مشکل نیست بله دوستان عزیز فقط 10 دقیقه وقفه گرفتیم که زردک کمی که نم شود بعد از اون دوباره سرش کشمش اضافه کردن حالا ممکنه یک چند دقیقه کشمش بگذارن که کشمش کمی که آب روغن برای خود جذب کنن ممکن 10 دقیقه 15 دقیقه باز بخیر بعد از اون حتما دیگه برنج اضافه میکنن منتظر میشیم که خالد جان چی دستور میته برای ما خب خالد جان نگاه بخیر برنج انداختیم اینی برنج باز چقدر وقت پیش تر کردن میمونی؟ برنج صبحکی اصلا چند ساعت باشه؟ برنج 2 ساعت 2 ساعت تر کنه میشه بود به خاطر بعض خانواده ها صبحی تر میگن بیگاه پخته میکنن روزا میشه مشکل نداره اگر گرم نباشه ما بازار گرم شیر میندازیم روزا خصوص نیم خود اعلام نمیده باز کدام گفت میکنه باز از برنجای خارجی کار میکنین کدام برنج از برنج دیگه میذاره اول برنج ما زمین دانش همیال حساب میشه میگن مثل انگشت عروس واره دیگه نمیبینه خوش باز میگن برنج وطنی مزهش خیلی خوب است نسبت به برنج وطنی ای زور باشه وطنی دیگه یک کمی که قوارش خوب است نه خوب نیست داناش کلان دانا نه بود کلان دانا همه مزهش خوب میشه تکلیف معده کسی داشته باشه خوب است بابای میسافت که بعد خانه که پخته کنم جان است نگر خارجی هم هست خوب برنج است همین برنج 50 کیلو وطنی که خوب است بزرگ کجایی هست؟ یاس هندی است هندی است باز در برنج ها فقط فکر میکنم برنج پاکستان هندوستان است باز هندی باز بالا خیلی نه پاکستانی است به نام هندی فروشات میشه دیگه خواه مرا اول باشه دیگه باش کمی شاوردی هم بکنیم هیچ بار دادش باشه گوش بکنه بده Come on, dear. نه بابا ما چون یک سوال دیگه چرا در دیگه ولایت‌ها مثل قابلی مزار قابلی پخته کردن نمیتونن مزار نام زیادتر خود دیگه یعنی زحمت نمیگیره کردن مهم زحمتش است زحمت دیگه از این قابلی طرف بالا بدیگه باز قابل نیست قابلی سفر از کباب هم برای اینا نیست خود من شخصا رفتم کابل با یک نان نخوردم
هنوز دیگه مردم تعریف میکنن دیگه میکنن تمام مزاری است رستوران فلانی قربان پلاو رفتیم روزک پلاو میگه رفته تمام نظر نه نه با گوشت نمیده کسی حالا خود من دادا بشاله جا بیا بریم من نرفت خلاصه تو کیفیتش فقط سر زحمت پختپز زحمت که بگه راحت میشه زحمت نگه راحت نمیشه بس با خود سمت شمال دست ها به پختپز نام داره دیگه با در سمت شمال ایده پخته کسی نمیکنه اصلا که پختپز ایده قابلی شد اولی نبات دیده باشه سعی کردیم خود ایران مانی بسیار متفاوت است فرق داره بسیار فرق گوشت بکن دیگه پاس باکو و آبروانه بکن زرده که زیر بزن با کشمیر دیگه کم کم نه 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 میبینی خودتان اگر کس بخواه شاید امتحان کنه شاید نتونه یا شاید بتونه نمیتونه گوشت پیش میگیره مهم زیر گوشت است 100 کیلو گوشت 50 کیلو برنج 10 کیلو کشمیر 10 کیلو زرده اکثر از این خبر داری زیرم آتش زیر نمیدونی اگر این آتش میدونی آتش دیگه میت نمیکشی امروز پینی که گاز مانگی پینی کم در میتونه یخ نکن دیگه باز حالا هوا سر شنی بیان از برکت باشه پدر از آجی پدر هم میدم ما یک میراث وانه رفت دیگه بخیر خداوند جنت بهش بده خداوند یک چند دقیقه میمونه جوش کنه که کمی گوشه جمع یک گرمه نه دیگه گرمه نشه نمید تا جوش هم نشه هنوز ای جوش نکردن با دیگه شو بده برای دم موندنش چه وقت در موندن یک سال جاید اینو کلش روغن است نه؟ برو بیا امی قبلی میگن همیشه باید با داخل روغن باشه روغن باید باشه من باشه بیا جی بچه من من گفتم بیا در زدم میخوام بچه گفتم در مکتب صافی است السلام علیکم با ما هم کردیم کسی پدر یاد بگیر میراث برو نیست بیا تا کمک پیش بیاد چطور است به پختپز علاقه داری نداری؟ اسم پدر است دیگه علاقه داریم شده راست بگو که پدر جان گفته یا که خود علاقه مند است گفتم دیگه باید از سر من دیگه باید بیشتر کسی مرا پیش ببریم نامش نره دیگه نامک تا برام نگفت فراموشم شد جاهد جاهد جان عزیز تا حال امتحان کردی کدام دفعه کوشش کمی طرف بیاری تصویر در دوستان ببینن تا روز کدام بار امتحان کردی کوشش نه کردی دیگه حال وقت درس است تو درس میدن بالا اصلا نگاه وقت نه تو پیش پدر جان سعی می‌کنی بالا بیم جدا از پختپز آشپزی که چه علاقه داری؟ در مثلا در مکتب کدام رشته را می‌خوای بخونی؟ دکتر، انجینر، کدام بخش را می‌خوای دوست داری؟ حالا دیگه هر چی که پدرم بخوایم رشته را ما پیش میدیم چطور دست رو خود پیش میدن؟ بالا راضی هستی؟ بالا با خدا شکر. بس تفریح و ساتیر چی علاقه داری؟ فوتبال است، والیبال است، کلمپیل چی کارا می‌کنی؟ کلاس نه مکتب که میایم میبینیم استاد خانگی داریم درس است دیگه درس مصروف هستیم بیکار نیستیم مثل نوجوان‌ها که از علاقه‌مند رونالدو و کریستیانو است کی است از یاد هستن شما علاقه ندارید داریم که دیگه بازی نمی‌کنی فوتبال نه. فقط می‌بینی بالا حالا تو موبایل جان کاری تا درس بخونم ما که نکنیم بیا که میو کجا بهترین کار میکنید موبایل یا نه قدر خطرناک چیز اگر پیشون باشه باز از درس خطا میکنه خطا کنن کای تلفن رو هنوز بخیر وقت خیلی زیاد دارم باز میتونم تلفن استفاده بکنم آقا ما که تا جامعه که دنیز نکردیم ما که یاد نگیریم هیچ نه نکرد ما رو پدر یاد داد میراثی تو باید یاد بگیر دیگه تو بنا میخزن نه بنا به سایه میگم هم درس ده بگم هم کار ده بکنم نه بازی قابل کردم آقا پخته کردم نمیتونم خیلی متفاوت است کارا روپی اگه نبر اگه مطال کرده که هر قدر بیپولن که باشه که دامو که پول نان پیدا که نان میکنه هر قدر گوشتن باشه که پول نباشه قرض میگه نان میکنه بیا بزیر میگه یک کسی به پیدا جدا از قابلی خالجون کدام غذای دیگر هم تو فوق‌العاده بلد هستی ما دیگه تنها قابلی نان تنها قابلی یه گاز پیله با برای کل جوش کنن خدا کسی رقم اعلام میکنه خب حالا دیگه جوش کرد آماده شد سر زیره میگیریم زیرهش هم زده شد همه قدر کفایت میکنه دیگه مسئله اضافه یاد نمیشه دیگه هیچ کدوم راز نیاز نداره مشکل نمیبین دیگه به خاطر بعضی برای ما گفتن نه ما نمیگن به خاطر پیش ما راز است این مسئله
این مردم که در میکشه دیگه یک کار پیش بره آسان کار خود آسان میکنن. بله بله. یکی بزایره روغن کنجی در میکنجی کار نمیگه کسی. حالا من کابوت دادم کدن نبودم من که باز بوی دود چو از رو تفت روغن از شب ماکس بازه کنی اولا ایتو نکن با چی که گلین ما رنجه بوده باید دم شده که سرخ میکنیم همون قسمت دیگه. اولا اون گلون روغن اکثر باید دود نکنه دود خیلی دود تفت میکنه. آن روز داده که زنگ هواکش هفته پا میشه رقم نشه. حالا وقتی که هواکش میگیره ما شما تنفس میکنیم دیگه. اینجا پیزا جا هواکش بگیر، اینجا پیزا بگیر در پیش. ما خش میکنیم برای دم کردن قابلی اینمی کمپلشه دیگه حتمی است، باید باشه دیگه. باید باشه. حتمی است دیگه، بدون از این کار نداره. بدون از این کار دیگه. این اصلا دیگه کمپلشه میه. خب. یه موار قید میکنه جزا نمیته که داخل بیرون بخار شه. دیگه نبره. آها. بخار دیگه برام دم نمیگیره. باز این خود دم کردن قابلی هم یک نقش خیلی مهم داره در قابل پخته کردن. آه یا واقعا. اگر دم صحیح ندی باز در ماده قابلی نمیره دیگه. زحمت نکش راحت نمیشه. باید در چند دقیقه با نمیره. این دیگه تا 11 برابر کشته. خب تا 11 بخیر. آه بخیر. چقدر وقت میشه دمتون؟ یک ساعت. یک ساعت. دو چند؟ دست نایفم ساعت چند است؟ ساعت 2:30 بجه است. 11 یا یک ساعت دیگه باید دم بگیره. شستن کاری ها که میدان خراج با معروف سرک یک ویدیو. باشه. آره کارهای مامان نه. بله بله. دوستان عزیز یک نکته خیلی مهم ما در رستوران موسی پهلو بگم یا جواد موسی بگم متوجه شدم از لحاظ پاکی و نظافت بسیار زیاد سرش جدی کار میکنن. من دو دقیقه میرم. فقط اینا میریم داخل چکینگ میکنه که آیا شاگردا آنچنانی که خود خالد جان میگه قسم پاک شده یا نه اگر نشده باشه حتی دوباره 3 بار منطقه رو پاک میکنه. 10 بار پاک میکنم. اگه نگذارم دیدین که داد چی بگم پاک کردی تیار بنه. این حالا من دیگه دارم که اگه تو خالی بیوتا نه ما خالی نه این کلی مثل بیادر روزه. نه ما کار دارم نظر نماز نام خورم خوش بر کلی کفاس. قابلی باید هزار شوش لذت پاک ببرید. صدرم هم سعی نام خدا خوش بیا. نام خدا این بردم. دنیا که اگه کافی رو میره مردار چتا نمی طلب باز میبینه. ما تو خوش ندارم نمیگم دان ندارم خودم الان داره این پاک کرده. خداوند شما را خیر بده خالد جان و خود واقعا خیلی خوش آمد کارتون، صداقتتون، پاکی نظر لحاظ کارتون خیلی فوق العاده است. و اولین کسی هستی که مستقیم به دل ما جای گرفتیم. ما مستقیم بردم. جای رفتیم. جای برنامه ثبت کردیم. کارتون، جایتون، هر چیزتون خیلی فرق داره. فرق می‌کنه. بخیر باشید. من تو بخار ببرید تا 11 تا بخار فرو شود. دیگه شما اینا یک گلو چای میاره بدم بخورین. وقفه بگیریم. اگه ما نوشابه نخور. خیر باز بخیر نوش جان میکنیم. شما بخیر بخیر مو بچه. اتاق را چک کنیم باز ما دور میزنیم پیش. ما دیگه خیلی پاک شسته کشیم یک اتاق داره. قربانتون بخیر و سلامت باشید. انشالله بخیر دیگه آماده است. این چپا کردن است. اتا ولی صافی بده. نظر به مساعد دیگه میسنجین. ساعت دیگه اصلا فرق نه با فرق نگه. نه خراب میشه. به خاطر که سرش باز نمیشه که چک مثل در خانه سعی میکنن نم شده نشده. این تایم از این پروش است. این تایم پروش است. نام خدا نام. من رو تو بدم.
گوری هم خوب داغ است. آه 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 آه. بسم الله الرحمن الرحیم. میبینی برید بله بله. گفتین دانه دانه حساب میشه. بله دانه دانه حساب میشه. اسم چون در نظرم کت دانه مال میشه. بسیار کلام در نظر نورم بجن اینو لک چپا نکنی یک رقم نه دانش خیلی کلام کلامه. آره یک برنجا فهم کنه دیگه یه فیس خوب جاش مال نوش می باشه. نه پس روش میرم خواه خواه. آره چپا خواه بسیار خوب. مساله زیر برم درست فقط در آدمش طرفش ببینه. خوردنش رو پرسان نکنین دیگه. خاله جان گفته مردم دارم پیش از پیش او پر شده رایز. این دیگه مایده که ولی بان از شاید برای و نام خدا تعداد کسایی که علاقمند شما هستن قبل از اینکه دیگر باز بکنین یک سال شده منتظر هستن. سر دیگر باز تا با تا خیامه نو رسیده یا جمله کسایی هستن میگن زود بریم که برای ما برسه. وقت بیا خواب ناندم دلش هست کما که دیر شده باز شاید نتونن رسیده. جوشش بتا بودی مثال آخری است همون که میگن مثل علیم شده میگن. یه نه آجه گفتن نیده از ما تشریفدار میگه گپ بزن ما بخوام تو دان رنگ آب چه پلاو روغن کنجد و یک قابلی با مزه خاله جان دید برای گپ زدن جای نمونده. گوشتا مایچه گوشتم مایچه دیگه کمپیوتر نداره دیگه بله چی گپ بزن راز چی ماما. بگیم؟ بیا جو کاسه چیزی که بیان است حاجت با بیان نیست. و نام خدا از مشتریایی که داخل بخورن اسمی هم خیلی زیاد هستن. آقا تاجیل نکه صحیح؟ نگه که دادم کامرا دم تو مثال اعلانات موتر بره گوشت میره کلی یه رقم گوشت فقط علیم شده. با ما کاسکری رو چک نمیکنم کاسکر دقانی سیده بله دیخانی. اینجا فقط شکم سیر نان بخور. بخو میگم مثلا صاحب که فقط دانسته. چک نکن برید آتو نوبت مشتری ها زیاد وقت نیست.
وای در دستتان برکت باشه خالد جان. دیگه خونه دیگه حالش دیدم. فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده است. که روغن دیگه اونجا باید باشه دیگه. نه منظور من در قابلی هم که روغن بود واسه کیف نمیکنه. عزیز دیگه چیزا هر کدوم ما سه نفر هم شکمبو بریم یک پوری ما سرچ میکنیم. چقدر شکمبو باشه؟ بیارد ما. هر کس که میاد پیش ما باید 2 روز نان نخوره. باید دیگه. باید هم که خود یک روز دیگه هم نان دلشان نمیشه. شاو باید نمیکنه دیگه. خب روغن کنجد و این گوشت ماهیچه بساب شما آماده میکنین از 2 سال خیلی خوب. دندان هم نزدید فقط حل میشه. در کفکی نمیگه. نام خدا نام. من همیشه وقت بر دوستایی که از افغانستان بیرون هستن بر شما چقدر دلشون نمون شده باشه. ای کاش ما یا باشیم. باشیم. پشت پلاو هست دیگه دخمشه. طاقه با ما رو خرابی میکنه. دو نفر که باشه گوشت هم یه طاقه بکنه میگم. نان خراب میشه. اگر نمود دست زمین باز یک مزه خاص میاد. وای دست زمین بخوره یک مزه شای دیگه دیگه. گوشت سیر هم باشه گوشت نمیشه. دوستان عزیز اینجا خالد جان لطف مهربانی کردن از محبت چون برای ما یک سردستی گفتن که قسمت خاص ماهیچه است که بسیار کم پیدا میشه. جای ماهیچه زور دیگه. بله جای ماهیچه زور و وقتی خودشون برای ما آماده کردن من جان میکنم. گفتم که فقط ببینید طرفش دانه پر از آب میشه. همین که میگن شیر و شکر و عسل امی است. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتتان خوب؟ جانتان جور؟ کی ما را مهمان میکنه؟ اینه بین که یک داوطلب پیدا کردیم. انشالله خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ همگی خوب هستین انشالله؟ نوش جانتان، نوش جانتان. خب قبل از اینکه مهمانتان شون یک معرفی شیم خوب هستین؟ نام من دکتر سمیع الله است. سمیع الله جان. بله. و شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما دکتر محمد اسماعیل هستم، کارمند دفتر مایه اطفال. بسیار خوب. امروز چند مهمانی که صحبت کردیم از جمله دکترها بودن. انشالله کار و زندگی خوب پیش میره. فضل احسان پروردگار بخیر باشید. تشکر. خب سمیع الله جان چقدر وقت میشه که چی میگن طرفدار مقابلی هستید یا مشتریشان هستید؟ خب بین شما بگید. ما خیلی وقت میشه دیگه از وقتی که کلاب جوان شدیم تا فعلا مشتری هستیم. بله قابل. خب بسیار خوب. و معمولا که میان به خاطر قابل خوردن باز بعضی فرمایش میتن مولونگ میگن و ماهیچه میگن. همونطور شما زیادتر چی فرمایش میتین؟ از ما دیگه ماهیچه است یا کلش ماهیچه است؟ والا نه دیوال ما امروز طرفدار کباب بودم. خب مثلا این دکتر صاحب گفت خیلی بریم که امروز یک مولونگ نخوریم. اینا خود یک کمی وزنشان هم خوب است، اشتیاقشان هم خوب است از میکرده. هم طرفدار مولونگ هستن. خب بسیار خوب. هفته چند روز هوای قابلی میاد که جمعین مهمان میشین.
حالا ما اکثرا روزای پنجشنبه و جمعه بیکار می باشیم، دیگه اوقات بیکار نیستیم. شاید هفته یک دفعه یا در 2 هفته یک بار بیایم اینجا بخاطر نام خوردن پیش آیسا. یک سوال از همه مهمانا کردم، از شما میپرسم یکی از ویژگی‌هایی که شما را طرفدار ساخته، علاقمندی رستوران ساخته چی است؟ به خاطر چی زیادتر اینجا طرفدار هستین میایین؟ همین سوال رو دکتر صاحب جواب بده خوب طعم بی‌نظیرش. بی‌نظیر. این طعم در دنیا نیست این طعم. خاطر پلاو خیلی اینا خوش داره. و صبح زمانی که ما آماده بودیم برنامه را از شروع صبح گرفتیم که چگونه قابل پختن میشه. سبک پختن خاله جان خیلی متفاوت است نسبت به دیگه برنامه‌ای که ما داشتیم با رستوران‌ها با آشپزا. برعکس پختن میکنن قابلی را. حالا همین ما اکثرا در ویدیوها یا اکثرا در کسایی که در یوتیوبر هستن ما تعقیب میکنیم شانا و میبینیم شانا خیلی متفاوت پخته میکنن و از این خاطر است که طعمش بسیار خوبش میاد، بسیار با مزه، بسیار با کیفیت، بسیار با لذت است. یعنی هر کس که در مزار میاد حتما اینجا میاد یک و اگر یک بار بخوره مشتری میشگی میشه. قربانتون بیشتر براتون مزاحمت نمیکنم چون باز مزینون از پیشتان میره نوشک جانتان. خیلی خوشحال شدم. یک لقمه باز اندولک کم بیاین بفرمایید زیاد واسه دیگه. باش یک لقمه بگیریم که با هم نان و نمک شیم. همون یک مسئله اصلی دقیق نمیفهم که دستان ششتیم یعنی خزینه قاشق میگیرم. بسیار ببخشید با اجازه ایتان. بسم الله الرحمن الرحیم. و گوشت موسی جان همون مثل علیم از دیگه خدمتون نرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش میکنیم بیاین ما با هم رفیق شدیم، نان نمک شدیم. خیلی خوشحال شدم. قربانتون نوش جانتان بخیر و سلامت باشید. نوش جانتان زنده باشید. واقعا خیلی فوق العاده است. خیلی با مزه آنچه که براتون تعریف و توصیف کردیم از آن کرده خوبتر و بهتر است. و حالا یک دو دقیقه وقت میگیریم میریم پیش خاله جان که امروز ما مهمان هستیم و ببینیم که امروز برنامه چی پیشنهاد میکنن، کدام قسمتی از گوشت برنامه آماده میکنن. پس بیاین بریم ما هم نوش جان میکنیم چون از این بیشتر من نمیتونم صبر داشته باشم. خب دوستان عزیز جایتون خالی. خاله جان گفت بین شما در جایی که من هستم همیشه بشینین تا که من باز گله نکنین. من آماده هستم بخیر که قابلی که امروز یک جا با هم پخته کردنش یاد گرفتیم یک بار امتحان میکنم چطور. اگرچه یک سلیسی خوردم خیلی مزه‌دار بود و آل هم دور از دلکتون. با اجازه شما من شروع میکنم و میبینیم که دستپخت خاله جان چطور است. اینجا به خاطر انتخاب کردیم خاله جان رو شما اینجا باشین که باز من کمک مهمان نوازی خوب از شما داشته باشم. خب دور از دلکتون. بسم الله الرحمن الرحیم. یک 2 قاشق ماست خوردم واقعا خیلی فوق‌العاده بود ماست شما. و یک سریسی نمی بگیریم چون داغ است. یک کمی که داغ است مثلا خوردن همیشه. خیلی فوق‌العاده است. خیلی بامزه است. آنچه گفته بودم به مراتب خوبتر و بامزه تر است. و جا داره سپاسگزار میکنم از خاله جان هستم از یک درجه هستن.
امروز خیلی مهمان نوازی خوب کردن، با ما خیلی خوب همکاری کردن. این بود برنامه و گزارش امروز ما که با هم یک جای یاد گرفتیم، آموختیم چطور میتونیم همانند خالد جان شاید مثل او پخته کردن نکنیم ولی حداقل یک کوچش خود تلاش خودم داشته باشیم. تا برنامه بعد دیدار بعد که بازم انشالله و رحمان خدمتتون حضور پیدا میکنم. هر کجایی که هستین خوش و آرام باشین و یک ضرب مثل یا اما یک مثل قدیمی است که میگن 4 روز زندگی است، حتما از این قابل خوب و مزه نوش جان بکنید. تا دیدار بعد پناهتون به خدا، الان نگهدار.